کارش میفهمی ایرو تلفن خالی نیست میگد این چی هست میگه آخی مالش تلفن زمان سازی آخی لیکن وقتی کار نکار شکند وقتی خدا خد عبادت حتی از نماز هم میموند بدبختی تلفن از عبادت هم میموند همال اینجا بینم همال آخی چی معنی دارد تلفن باز نشه خواهری جان یگانه یک کاری که خدا خد خانه هم اینا میروی همون تلفانه که شکن و پرتا خدا خد سیم کرده این نامون این مرده که نمیفاره که تا همسین تو بچه تاقات و بچه امروز اکثر همین چیزا شده ساده است نه که این کار از خدا بترس حیات بازی نیست تو مثل یک گاو نیستی که چرا امروز برادن سرباب بفروشه تو دیگه تو انسانی وقتی که حیات میمونی قدم انشاءالله قدم 50 ساله و 60 ساله 80 ساله قدم میمونی یک بازی نیست یه حیات که تا سر بدم باب بفروشیم تو دیگه آرزه تو انسانی تو افتری تیر نشا انمی بابا تا پدر مادر تا آب روشه می بردادگی همین تو دختر هستی یاد نبرار کاری کنه که فقط گرام و طبیعه رحمت دختری فلان چیندن رحمت اینی تربیت دادگی نخدا خیلی انشاءالله چی لعنت میاریم با خودمون میگیریم پدری دختری داملا لعنت گفت من ده میآید پدری دختری داملا رحمت گفت من ده میآید این تصور کنه هیچ کن این بازی نیست حیات زندگی مشقت است امروز جوانانی مردم بد اخلاق شد زن دارد با یک لبافنیک پیدا کرده دو محبت در یک گیر جا نمیشه و آره نشم من چندین زندارای دو زنها را دیدم چندیناش خدا خواهد امروز گریسته گشته اینش تلفن میکند داملا من کسی علاقه ندارد من بعد میبیند و ایش تلفن میکند مونده 2 ساعت بعد داملا جان شوم نگم ندارد اگر این حقیقت میگوید پیغمبر علیه السلام حدیث امام بخاری است رسول الله بالای منبر بود من خطبه خوند نگه وقتی که علی خاندان مشتگی شد علی ابو گفت دختری من از سرتیت من نمیخوام که دختری من از یگان چیز آزار کشد بعد علی زنگ گیرد من این گفت گهوره که چشم است من راضی نیستم من پیغمبر سر حدیث امام بخاری است رسول الله در کرد دو زنگیه امروز دو زنگی گل حواسی نیست همون گفتی فارسا که دو زنگ خدا زنه همه خدا زدگی اکثرش سرش گم نه اینش خونده درسته نوش با اینش جنگ با اینش جنگ آخر چندین من هر روز سعیدی من از رسیه ها از دیگر مملکت ها میبرن دامنه خیلی هست بعضی با نوجوان ها دختره ها فن کرده برده در رسیه ها پرتافته گرفته برفته صداده است یتش با که با چشم آبی دیده جاری است دلم رش شد با که سوخت میگد آوردم فن کنم میگم نداره امروز دیتا آموندم چیکار کنم داملا در مگاه کلف کنم میروم آخه ما حیوان نیستیم که میگه آخه ما و نتانی نکی کار این گل حواسی نیست بازی نیست خدا فرمان نکره امری بنیکای دو کرگی نیست فقط ایزن است خلاص فنکی و ما تعاملکم اگر میگه نتونی میگد یک تا زن برای تو کفایه است یک تا زن امروز یک کسه شده یک تا زن خورونده دیده شده یک زن پوشونده نداده شده امروز من دیده شدم گرفته دو تا سه تا در هر برچک پرتافتگی سرسون و سرگردون بعضی با فرزندکا به دنیا میگی تو گفت یکم کنت باشه بگی تونی عیدش برا بگی او بیچاره هم سرسون نکه میانده او بیچاره هم خونش نسوزون و در آرزو دنیا آمده اخی فقط توی کرنج در کار او دخترش شوهر داره بچه زن دادنش در کار و زنها چی هنر داره دست چی میآیه آخی گفتی فیردوسی بزرگ زنها را بس از یک هنر میشینن در خانه و زاین شعرانی در کارش همه بابا مگی جا کار کنن ای دست چی به امروز تومتی مردم داج مردی کاری برد تو پترک آدم های ایمان داره آدم های نماز خون و تعلیمات کنن تومتش داره منو بخری بشید مرد زنی خود چه تومت دارد از خدا نمیترسه دکزد نداری حجت من گفتم داری حجت بیار میگه نمیتونم حجت آن نامرد گفتم نکی کار آخی 3-4 فرزند که تی بیچاره سرسون و سرگردون کنه این مشکلات بالا یعنی دختردار میدونه بچه دار چیز در خواه دختردار اینو آزارش میدونه وقتی که نویرش میبیند وقتی که دخترش میبیند میسوزد دختر نداشتگی گویا که شما در دختر داشتاشی باید میدونی
من میدونید مشقت داره این عذاب ها را خدا خواهد انشاءالله شبا خوابت نمیبرد اون میکنی فکر میکنی اندیشه میکنی باور که بیوه شد یک کس که گپ زدن باور که ضررت میداره با دو با تلفن رو براتون جونت میبراید اینا هیست که برادر دختردارا را خار نکه بسیاری دختردارا را خدا خواهد زار نکد دختردارا را مشقت نکه انشاءالله خدا خواهد انشاءالله بتونی که نتونه بازی برا تو هیچ کس مجبور نکه دختری را مجبور رفته گرفتن تا گرفتن خدا خواهد کلیشت میکنه تا گرفتن وعدهای دروغ میکی فلان پیستان خونه من مزه میکرد یک مانشده پرابلم بالای پرابلمش دست است ای بس عزیزانی من این انسان حیات میبره زندگی خوب بسر میبره خدا خواهد انشاءالله و پیغمبر موجیک بود که خدا خواهد 11 زن بردیات و 13 زن خدا خواهد انشاءالله که یگانتش چرقش نمیبورمد یگانتش بالا نمیدونست پیغمبری نازنین محمد تون در این بازی نیست خدا خواهد دخترهای مردم فیلم کنی بعد در نیست تیرا برده پرتایشو گریزی بره نامرد تون من مرد نمیگم این نامرد آدم این همون یک زن خدا خواهد خوشونش خوشونو گبی خوب زن لازت شیرین که مرمد خرمد گو باید که در تای صد برداشتن نگرده یک زن خدا خواهد معامله خوب کرده نمیتونی زنها شکایت دارن نه گبی خوب داری نه گبی به کواک دفت کلو پیش زن مدرای خدا خواهد گبی ساز نمیزنی دوغ میکنی فرا میکنی همسیب تا میبینی خدا خواهد اوی دهنت جمع کردن مستپخ کرده باید گم میزنی خدا خواهد اکسیم چی کرده گم میزنی آز مکن زنی بگونه را آرزو خدا خواهد انشاءالله آرزو نکن زنی خود آرزو که خدا داده خدا خواهد من آیلا میدونم که بعدیگرش محبت زورای باور میکنه که 50 سال چلکی خانش نمیبرد باور که دین در بازار دیدم یک جوانی خوبه مادرش زنک جان اینی چیزی خیلی کوفته است من حواس کردم همون بچم ده من باور که بعد داملاگیم حواسم اومد خدا خواهد بچه همی که گفت رسه زنش لب کرد لب مردگان چیکار کنم و بعد دیگه کسی آرزو نمیکنه دو زن نکن ای مرد دیگه آرزو نمیکنه ما چه لازم ما شیرین نمیکنیم ما چه لازم خوب نمیکنیم عزیزانی من حیات بازی نیست اگه حیات مرکب چیزه من همیوزه دختر نکراش 50 میلیون پدر مادرش بیچاره چیزو چاره کرد برای خرسنده دخترش برای شادی دخترش این 50 در یک ماه تو 50 میلیون دو پرتا چی که میشه این خدا خواهد انشاءالله امروز جامعه میگه زنا فرا گرفت زنا از چی میشود از بیشوهری بیزنی میشود زنا آخر زن چیکار میکنن مجبور با لبافنیک پیدا میکنن وقتی که زنا با وجود میآید غضب خدا بالای قوم و جمعیت میآید اگر میگه در جامعه میگه دو کار با وجود بیاید زنا و پرسنت این قشلاق بلا باریدن میگیره خدا را وعده شد الشهر طیب البلدة طیب یخرج النبات باذنه والذی خبث لا یخرج الا نکدا خدا میگه کدام شهر و دهاته که عرقخور زناگر و دوز و قیمارباز و به نماز و به حجاب میشوند در اونجا برای خدا میبارد کدام قوم و جمعیت در اونجا آدمای سالم میشود قاریا و عالما و نمازخون و با حجاب و با تقوی و پرهیزکار و خداترس در اونجا رحمتی پروردگار میبارد خدا میگه من تمام این ناز و نعمت از آسمان و زمین و تو مهیا میکنم ناموس که عزیزی من خدا خواهد در اینجا با حضور دارن حضرت خدا خواهد ایشه سخن میتیم کمتر گریب شدیم الله شفای کامل کرد انشاءالله خدا خواهد ما به شما عزیزان روزهای بسیار بسیار صحبت میکنیم لیکن بخیر بیا خواهری جان البته شوهر تا حرمت که انشاءالله خدا خواهد خواهری جان انشاءالله خدا خواهد یعنی مردسی زن تا دوست دار حرمت که عزت که عمر 20 سال است خلاص باور میکنم 20 سال زن گفته ساده تا 40 خلاص همین 20 سال هم مزه تکره بگی بعد 20 سال بچت کلون میشود اچت کلون میشود و دیگه خدا خواهد پدرات به مادرات جدایی سر میشود دخترات کلام میشود ناموس میکنی یک برجک دورمده صحبت کردن همین 20 ساله که عید دست نتی با عشق و با محبت حیات زندگی بر خدا خواهد یک مردک تدون تو مرد باشی یک تا زن تدون حیات گله حیات زیباترین خدا خواهد 20 سال اگر خدا خواهد حیات بری گویا که 80 سال حیات بودی پیغمبری نازنین 28 سال خدیجه کدی حیات بودگی پیرکی بود بیوه بود
لیکن هر محبتی که برای محمد داد بعد همون سال مردگیش پیغمبر نازنین سالی چی اعلان کرد؟ سال خداخواد غم اعلان کرد در تمام عالم اسلام. همون سال اما که بیچارهش مرد ابو طالب که در دل پیغمبر در دمگه پیغمبر همچون خداخواد یک پادشاه پیغمبر اسلام یادم کرد در نزدیکش مرد. همون سال ماتم اعلان کرد. ای چی؟ ای خوبی های هم امکشو از خوبی های چی؟ همون همسر مبارکش خدیجه رضی الله تعالی عنها. بین پیغمبر صلی الله علیه وسلم چنان دنیا در بانگ زدگی است که امسال سال خفگی است برای من. بین انشاءالله پیغمبر زن دوست می داشت، حرمت میکرد، عزت میکرد. خدا خواهد انشاءالله این کار نکه عزیزی من. خدا خواهد بیا همجا زندگی خوب که باید که زندگیت خوب شود، نه رزباچی در کاره، نه او چسکاوای در کاره، نه رئیس در کاره، نه ملا. وقتی که تو نروشه که ما بینیام میتکیم ما هم رو هم مخدش. حتی لقمان یکیم بچه بگی بچه جان میانی دو زن شو نداره نکوه زن شو تو میشه کلی مرده شو مجبور ما میام ادرم زنه که میمونه میام مرده که میمونه ای ما خفه دو روز با دهنش گیزه 100 کیلو مایزه مرو سیاه. چکار نکنی خیلی کرده حیاتم ببوده باشی سیری خانه هرگز نبرا. خداوند حیاتی صمیمی مثل پیغمبرها را زنهاش یوسف و زلیخا عطا کنه. خدا مناسب بینم من دیم با در خاندان قال الله قال رسول الله سخنی ائمه های دین حاضر به همین بیان دادن که کدام سال بودم خدا انمی خانه نشستم در این خاندان مبارک اینا اهل ایمان هستند همشون صحبت کرده من دیم مراتب است. با سال دیگر خدا نصیب کنه تو این نبیرتون خدا خواهد قال الله قال رسول در این خانه بانگ زنه. خدا خواهد رحمتی آفریدگار رحمتی اولاد و اجداد ما در این خاندان دائم نازل میشود. و آخر دعوانا ان الحمد لله.